مسئله حمام در 21 مجلد مجموع الفتاوا شیخ الاسلام الله تعالی رحمت کند خیلی بحث های زیاد دربارش آوردن. واقعا به علم این آدم در حیرت میماند. در بعضی کشورها آدم به حمامی که مثل همین ساونه ها حمام های گرم است حاجت ندارد در دیار گرم. حتی در بعضی کشورها در بدن آدم همین چرک و قرق جمع نمیشد، لیکن در بعضی کشورها جمع میشد. سبحان الله. یعنی انسان حاجت به حمام دارد. بنابراین خیلی وسیع درباره رفتن زنها به حمام، رفتن مردها به حمام، حالا که وقتی که وارد حمام های عمومی بود در اون زمانه ها هم بود، وقتی که وارد حمام می شدید بعضی انسان ها بی عورت بودند، به عورت اهمیت نمی دادند، با وجود همین منکراتش اجازه دادند به حمام رفتن را به مردمی که در دیار خنک زندگی می کند، در دیاری که آنها حاجت به حمام دارند. اینا گفتند به اینها اجازت است که به حمام روند. بنابراین مسئله حمام بله، فقط اگر در داخل حمام گفتند که اگر بینی که کسی بی عورت آبازی میکند نهی منکر کنی، گویی که مثلا ازار بپوش و اینچون نگاه نکنی، لیکن حمام رفتن اجازه دادن از سبب حاجت مردم به حمام رفتن شدید بودنش. یعنی علال خصوص با بعضی جوانان من در مسافرت در وگان و در جاهای ساختمان خواب میکنن، شرایطی در خانه آبازی کردن ندارن، مجبور به حمام ها میرن. یعنی که رفتنش اجازت است، فقط کوشش کنید به حمام هایی که معده باشدم علاهیده باشد ایناش بهتر است. به هر حال اون کارهایی که اون عملهایی که اونجا رو هم به کار حلال استفاده برده می شود هم به کار حرام استفاده می شود، اصل در وای حلال است، اصلا حلال است. یعنی حمام ساخته، در حمام به واسطه حمام تجارت کردن اصلا اجازت است. لیکن همچون زیناخانه، عرق فروختن در آنجا، این کارها نادرست است. یعنی مادامی که اگر امکانیت باشد که از کارهای حرامش دور ایستاده به قدر امکان حلالش اجازت دهد اجرا کند، و الا یعنی آدمی دیندار باشد از کار شبهناک بیرون برایت درست است. یعنی این کاری 100% شبهناک نیست، لیکن در بینش کارهای حرام دارد. اصل شریعت این است که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، به گناه یاری ندهید. شما وقتی که حمام ساختید مردم دو کس آمده در آنجا زنا میکنه، شما شرایط مهیا کردید برای آنها. برای همین یعنی که در گناه آنها شریک نشدن این اصل است در شریعت. در سوره مائده الله تعالی گفته است که و تعاونوا علی البر والتقوى، شما در کارهای خیر به هم دیگر یاری کنید، در کارهای تقوا و پرهیزگاری دستگیری همدیگر شوید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در گناه و دشمنی همدیگر را دستگیری نکنید، یاری ندهید. یعنی این نوع یاری دادن است به گناه. بنابراین هر چقدر از این هاش میتونید یعنی پرهیز کنید.